سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. به یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات قتل خوش اومدید. در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم. پرونده قتلی که در سال 1372 و در مشهد اتفاق افتاد. خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته. پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. هرچند همه پرونده‌های جنایی تلخ و دردناکن و کاراگاهان به روبرو شدن با این جنایت‌ها عادت کردن، اما گاهی در بین همین پرونده‌ها بعضی از جنایت‌ها چنان با قساوت قلب و بیرحمانه رخ میدن که حتی مامورای پلیس هم متأثر میشن. جنایتی که علیه کودکان رخ میده یا قتل‌هایی که همراه با مسله شدن بدن قربانیانه از جمله این پرونده هاست. ماجرایی رو که میخوام به بررسی اون بپردازم از جمله پرونده های تلخیه که با گذشت سالها از وقوع اون هنوز هم نتونستم جزئیات اون رو فراموش کنم. تو این پرونده داماد جوونی به قتل رسید و عاملان جنایت برای از بین بردن سرنخها و رد خودشون بدن مقتول رو مسله کرده بودن. اون زمان رئیس یکی از کلانتری های مشهد بودم. تابستونای مشهد به شدت گرمه و صبح یکی از همین روزهای گرم به ما اطلاع داده شد که کارگران شهرداری هنگام جمع‌آوری زباله با کیسه‌ای مواجه شده بودند که داخل اون قسمت‌هایی از بدن یک انسان قرار داشت. این حادثه تو یکی از نقاط مرکزی شهر رخ داده بود. دو کارگر جوان سرگرم جمع‌آوری زباله‌ها بودند که تو گوشه یکی از خیابون‌ها با کیسه سیاه رنگی روبرو شده بودند. سنگینی کیسه و شکل و شمایل عجیب اون باعث شک کارگران شده بود و اونها در کیسه رو باز کرده بودن تا ببینن داخل اون چیه که با جسد مسله شده روبرو شده و وحشت کرده بودن. به دنبال دریافت این خبر به همراه همکارانم راهی محل حادثه شدیم. جایی که جسد در اونجا رها شده بود یکی از خیابون‌های خلوت مشهد بود و داخل کیسه اعضای بدنی قرار داشت که در معاینات اولیه پزشکی قانونی مشخص شد که متعلق به مرد جوانی حدوداً 25 سال است. از اونجا که احتمال میرفت قسمت‌های دیگه این بدن نیز تو همون حوالی باشه به جستجو پرداختیم و موفق شدیم که باقی بدن مرد جوان رو به غیر از سرش پیدا کنیم. ما با جسدی مواجه شده بودیم که سر نداشت و از طرفی هویت اون رو نمیدونستیم. یعنی باید عاملان جنایتی رو شناسایی می‌کردیم که هیچ رد و سرنخی از اونها در دست نداشتیم. مطابق همه پرونده‌های جنایی که در اون هویت جسد معلوم نیست، باید سراغ پرونده‌های افرادی می‌رفتیم که به تازگی ناپدید شده بودند. از همه کلانتری‌های مشهد و حتی شهرهای اطراف هم استعلام کردیم و باید دنبال مرد جوانی می‌گشتیم که تو روزهای اخیر خانواده‌اش با مراجعه به پلیس خبر از گم شدن او دادن. اما هر چی گشتیم سرنخی پیدا نکردیم. هیچ گزارشی مبنی بر ناپدید شدن مرد جوانی در اون روزها به پلیس ارائه نشده بود. با این حال ناامید نشدیم و با این فرضیه که شاید خانواده مقتول هنوز ماجرای گم شدنش رو گزارش نکردن منتظر موندیم. تو همین مدت اما تحقیقات دیگه‌ای هم انجام دادیم. با این فرضیه که شاید مقتول فردی سابقه دار باشه اثر انگشتش رو بررسی کردیم، اما تو این تحقیقات هم به بن‌بست رسیدیم. بررسی های ما تو این پرونده ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد از پیدا شدن جسد مسله شده زن جوونی به کلانتری اومد و خبر از ناپدید شدن همسرش به نام امیر داد. زن جوون نازنین نام داشت و مدعی بود که شوهرش به نام امیر از چند روز قبل ناپدید شده. او گفت من و امیر 2 سال قبل ازدواج کردیم. تو این مدت زندگی آرام و خوبی داشتیم. چند شب قبل امیر خونه رو ترک کرد. میگفت که میخواد به مسافرت کاری بره.
چمدونشم بست و از من خداحافظی کرد و رفت. اما دیگه برنگشت. چند روز گذشت و وقتی خبری از شوهرم نشد نگرانش شدم. امیر فردی نبود که منو از خودش بیخبر بگذاره. قرار بود وقتی رسید به من زنگ بزنه، اما چند روز گذشت و هیچ تماسی دریافت نکردم. نگرانش شدم، اما هیچ شماره‌ای نداشتم که بتونم با اون پیگیر حال شوهرم بشم. چند روز گذشت و فکر میکردم همین روزا بر میگرده، اما در نهایت اونقدر نگران شدم که تصمیم گرفتم ماجرا رو به پلیس خبر بدم. من حدس میزنم که بلایی سر شوهرم اومده باشه. زن جوون میگفت که هیچ اختلافی با شوهرش نداشته. میگفت که اونها عاشق هم بودن و امکان نداره که امیر بخواد او رو بیخبر ترک کنه و بره. او مطمئن بود که اتفاقی برای امیر رخ داده و در بررسی‌های اولیه ما نیز رد و اثری از داماد گم شده به دست نیومد. از اونجا که سن و سال امیر با جسد مسله شده یکی بود و از طرفی جسد در همون زمانی پیدا شده بود که امیر گم شده بود، این فرضیه که شاید مقتول همون امیر باشه مد نظر قرار گرفت. هرچند هنوز سر مقتول پیدا نشده بود، اما مشخصه هایی روی دست و پا و بدن مقتول بود که وقتی نازنین اونها را دید اطمینان داد که قربانی شوهرشه و فقط امیر بود که چنین مشخصه هایی رو داشت. به این ترتیب مشخص شد جسد مسله شده که پیدا کرده بودیم متعلق به امیره. با شناسایی هویت جسد، تحقیقات برای شناسایی عاملان این جنایت هولناک شروع شد. بیشک کسی که اینگونه دست به قتل امیر زده بود، انگیزه‌ای جز یک درگیری ساده و معمولی با مقتول داشته. با این حال همسر امیر میگفت که شوهرش مرد خوبی بوده و با کسی اختلاف و دشمنی نداشته. حتی تحقیقات ما از آشنایان و دوستان و همکاران امیر هم همین مسئله را نشون میداد. هیچ کس نمیدونست که امیر از سوی چه فرد یا افرادی به قتل رسیده. بررسی‌های ما ادامه داشت تا اینکه یک روز تلفن دفترم به صدا در اومد. مرد جوانی پشت خط بود که مدعی بود برادرش قربانی توطئه همسر و مرد همسایشون شده. مردی که تماس گرفت برادر امیر بود. او میگفت به رفتارهای همسر برادرش مشکوکه و حدس میزنه که نازنین ریگی به کفشش داشته باشه. مرد جوان درست میگفت. ما هم تو تحقیقات چند روزمون به این نتیجه رسیده بودیم که نازنین اون چنان که میگه از مرگ همسرش نگران نیست و سعی داره چیزی رو از ما پنهان کنه. با تماس برادر امیر و زن ما به نازنین، تحقیقاتمون رو بیشتر روی زن جوون متمرکز کردیم. زن 19 ساله‌ای که تنها 2 سال از ازدواجش گذشته بود. اون زمان مثل الان نبود که با بررسی‌های مخابراتی به ارتباطات پنهانی افراد پی ببریم و باید به صورت نامحسوس فرد رو ساعتها و روزها تحت نظر می گرفتیم تا به سرنخ‌هایی تو این پرونده برسیم. ما که به نازنین مشکوک بودیم، همه رفت آمدهای او رو به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتیم و بعد از چند روز واقعیت برای ما برملا شد. نازنین با مرد جوونی تو همسایگیشون که مغازه بقالی داشت ارتباطی پنهانی داشت. او چند باری تو این مدت سوار خودروی مرد بقال به نام سیامک دیده شده بود. برادر مقتول راست میگفت. نازنین ریگی به کفشش بود و احتمال میرفت که در این جنایت نقش داشته باشه. با این سرنخ به سراغ نازنین و سیامک رفتیم. از هر دوی اونا بازجویی کردیم. ولی اونا منکر جنایت بودن. نازنین حتی مدعی بود که شوهرش رو دوست داشته و با کسی رابطه‌ای نداره. با این حال وقتی با مدارک و شواهد ما از رفت آمدهاش و اطلاعاتی که برادر امیر به ما داده بود روبرو شد، مهر سکوتش رو شکست و به قتل شوهرش اعتراف کرد. زن جوون گفت: امیر مرد خوبی بود، اما اخلاقمون به هم نمیخورد. اون نقطه عکس من بود و همین موضوع همیشه باعث درگیری و مشاجرمون میشد. این درگیری ها و مشاجره ها اونقدر ادامه داشت که رفته رفته از زندگیم باهاش پشیمون شدم. سیامک بقال کوچمون بود و هر بار که برای خرید از خونه خارج می شدم و به مغازش می رفتم اونو می دیدم. این رفت آمدا کم کم باعث آشنایی ما شد. رفته رفته باهاش درباره زندگیم حرف زدم و تو روزای اول باهاش درد و دل می کردم تا راحت بشم. اما یک روز به خودم اومدم و متوجه شدم بهش وابسته شدم.
مدام رفتارهاشو با امیر مقایسه می کردم و تو این مقایسه امیر بازنده ماجرا بود. تا اینکه سیامک هم به من ابراز علاقه کرد و در نهایت خواست که از شوهرم جدا بشم تا با هم ازدواج کنیم. وقتی به امیر پیشنهاد جدایی دادم عصبانی شد. حاضر نبود منو طلاق بده. گفتم که ما به درد همدیگه نمیخوریم، اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود. وقتی دیدم حاضر به جدایی نیست، با سیامک نقشه کشیدیم که او رو از سر رامون برداریم. چندین بار نقشمون رو مرور کردیم. هیچ نقصی نداشت. شب حادثه زمانی که امیر به خواب فرو رفته بود، آروم آروم خودم رو به در حیاط رسوندم و در رو باز کردم. سیامک پشت در منتظر بود و وارد خونه شد و در حالی که امیر به خواب رفته بود با طناب خفش کردیم. امیر حتی فرصت نکرد که از خودش دفاع یا تلاشی کنه تا کسی رو از این ماجرا با خبر کنه. بعد از جنایت باید جسد رو از بین می بردیم تا هیچ رد و سرنخی از خودمون به جا نگذاریم. به پیشنهاد سیامک جسد رو مسله کردیم. اون میگفت هر قسمت از بدن رو تو جایی میندازه که کسی نتونه اون رو پیدا کنه. حتی برای اطمینان و اینکه هرگز هویت جسد برملا نشه، سر امیر رو تو چاهی 4 متری انداختیم که اگر همه قسمت‌های بدنش هم پیدا شد، سرش پیدا نشه. اما چند روز که گذشت متوجه شدم که برادر امیر به ماجرای مأموریت کاری برادرش شک کرده و برای اینکه لو نرم پیش پلیس رفتم و خبر از ناپدید شدن شوهرم دادم. به دنبال اعترافات زن جوان، سیامک نیز به قتل اعتراف کرد. با راهنمایی‌های متهمان این پرونده سر امیر نیز در قنات 4 متری پیدا شد. در ادامه متهمان این جنایت هولناک به بازسازی صحنه جنایت پرداختند و روانه زندان شدند. بدین ترتیب راز جنایتی دیگه برملا شد. جنایتی که مردی قربانی رابطه‌ای پنهانی شده بود. در ادامه تحقیقات معلوم شد که امیر در تمام این مدت هرگز متوجه این رابطه پنهانی نشده بود و نازنین نیز دروغ گفته بود و به خاطر آبرو و اینکه نگه او در جوانی طلاق گرفته هرگز پیشنهاد جدایی رو به همسرش نداده بود. در حقیقت او به امیر اجازه نداده بود که برای سرنوشتش تصمیم بگیره و او رو قربانی خودخواهی‌های خودش کرده بود. اقدام به قتل یک انسان نیاز به سنگدلی و شقاوت زیادی داره، ولی مسله کردن یک فرد کاملا نیازمند جنون ذاتیه. انجام چنین کاری به راحتی صورت نمیگیره مگر اینکه فردی که مبادرت به این کار میکنه دارای بیماری‌های روانی پیشرفته‌ای باشه. آیا واقعاً سیامک و نازنین به خاطر علاقه‌ای که به هم داشتن تونستن از پس چنین کاری بر بیان، یا فکر میکنید مسئله ممکنه چیز دیگه ای باشه؟ نظرتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم. پاینده باشید.